آیا می دانید منبع و ریشه حقیقی ثروت در کجاست؟ قطعاً باید منبع ثروت را شناخت و به سراغ آن رفت تا جریان ثروت در زندگی ما به وجود آید. عده زیادی از انسانها دوست دارند ثروتمند شوند و تلاش هم می کنند، ولی ثروتمند نمی شوند، زیرا آنها ریشه و راه اصلی ثروتمند شدن را گم کردند. راز اصلی ثروتمند شدن شناخت ریشه و منبع آن است و هرگز اینطور نیست که یک نفر به طور اتفاقی و شانسی ثروتمند شود. ما در این ویدیو می خواهیم در مورد شناخت و پیدا کردن منبع و ریشه ثروت صحبت کنیم و به بسیاری از شما که شاید تاکنون فکر می کردید که ثروت از راههایی مثل شانس یا کار سخت به دست می آید کمک کنیم. بسیاری از انسانها با وجود کار سخت و شبانه روزی، داشتن علم و اطلاعات و تخصص یا داشتن شانس باز هم ثروتمند نیستند. ثروتمند شدن در داشتن قدرت‌های ماورایی یا جستجو کردن زمین و آسمان، داشتن منابع و ابزار، سخت کار کردن و داشتن تخصص نیست، بلکه راز ثروتمند شدن چیز دیگری است. زیرا ما انسان‌های زیادی را در اطراف خود می‌بینیم که با وجود همه یا بعضی از مواردی که گفته شد باز هم ثروتمند نیستند. برای درک بهتر موضوع دنیایی را در نظر بگیرید که هیچ یک از مواردی که گفته شد را نداشته باشد. برای مثال انسان‌های گذشته هیچ یک دارای تخصص و مهارت‌های امروزی نبودند، اما با این وجود باز هم در آنها انسان‌های ثروتمند وجود داشت. پس ریشه اصلی ثروت کجاست؟ اگر ریشه چیزی از بین برود آن چیز دیگر وجود نخواهد داشت. در مورد ثروت هم این گونه است. آدمی را در ذهن خود تصور کنید که دارای ثروت و پول فراوان است. اگر این آدم در دنیایی زندگی کند که در آن هیچ انسان دیگری وجود نداشته باشد، آیا او باز هم ثروتمند است؟ در این صورت ثروت او هیچ معنا و مفهومی ندارد و کم کم از بین می رود. با توجه به این موضوع می توان فهمید که منبع و ریشه اصلی ثروت دیگران هستند. یعنی اگر ما تمرکز خود را روی هزاران راه متفاوت بگذاریم که به اصطلاح خیلی پولساز هستند، ولی در نهایت خدمات مناسبی از جانب ما به دیگران ارائه نشده باشد، نتیجه قطعاً ثروت نخواهد بود. از طرف دیگر اگر تمرکز ما روی تولید یا گسترش چیزی باشد که برای دیگران یک نیاز یا خدمت است، آنگاه چه بخواهیم و نخواهیم ثروتمند خواهیم شد و این بخش مهم از راز خلق و جذب ثروت است. حال ما چگونه می توانیم به این ایده های پولساز دست پیدا کنیم و به دنبال آن هدفمان این باشد که با کشف و عملی کردن آنها نیازهای دیگران را برطرف کنیم. همه این ایده ها به فکر و ذهن انسان برمیگردند که این ذهن بتواند در دنیایی که ما آن را نمی بینیم یا همان عالم غیب و غیر فیزیکی راه پیدا کند و به این ایده های پولساز دست پیدا کند. همه ما انسان ها با ذهن و فکر خود که فرستنده و گیرنده ارتعاش و آگاهی است با عالم غیب در ارتباط هستیم و ایده هایی را دریافت می کنیم. سپس اگر به این ایده ها عمل کنیم در زندگی خود شاهد واقعی شدن آنها خواهیم بود. این یعنی بی نهایت ایده و یا راه مثبت در عالم غیب وجود دارد. شما اگر به گذشته تا زمان حال نگاه کنید پی به این موضوع میبرید. اختراعاتی که صورت گرفته از اختراع اتومبیل، هواپیما، ماشین گرفته تا موبایل، همه اینها قبلا وجود نداشته. انسان‌هایی بودند که در ذهن خود ابتدا آنها را مجسم کرده و با توجه به نیاز دیگران آنها را به وجود آوردند.
شما کارخانه ای را در نظر بگیرید که از تولیدات اتومبیل خود ثروت زیادی به دست می آورد. این کارخانه دقیقاً از همین راه و مسیر استفاده کرده و همچنان هم می کند و ایده های خود را در مورد ساخت اتومبیل از دنیای ذهن و غیب به دنیای فیزیکی می آورد و آنها را عملی می کند. ما باید به این عالم غیب رجوع کنیم. در این عالم هزار ایده از گذشته تا آینده وجود دارد که بعضی از آنها عملی شده و هزاران ایده دیگر نیز وجود دارد و ما می توانیم با ایمان و اراده و قدرت ذهن خود آن ایده ها را به دنیای فیزیکی بیاوریم و آنها را عملی کنیم. سپس محصول ما نیاز دیگران را برطرف می کند و برای ما تولید ثروت می کند. در ویدیوهای آینده در مورد این عالم و ناشناخته های آن بیشتر بحث می کنیم. شما می توانید آنها را دنبال کنید.